سلام بر بینندگان، این اسم برنامه امروز هست و خب مورد اول برنامه این گزارش هستش که با هم میبینیم. Während der Hochphase der Corona-Pandemie haben sich Länder weltweit um Impfdosen gerissen. Viele unterzeichneten damals Knebelverträge mit der Pharmaindustrie. Jetzt kommt die Rechnung. Deutschland versinkt in einem Berg von nicht benötigten Impfdosen und muss wohl Millionen an Steuergeldern verbrennen. Für die meisten Mediziner ist die Corona-Pandemie vorbei. Doch noch immer muss der Bund Millionen von Impfdosen kaufen. Insgesamt 375 Millionen allein von BioNTech-Pfizer. Das ergibt eine Anfrage der AfD im Bundestag. Zu viel kritisiert auch die Union. Die jetzt noch gelieferten Impfdosen landen damit voraussichtlich auf der Müllkippe, denn auch andere Staaten haben kein Interesse, sie noch abzunehmen. Die Bundesregierung will die Verträge mit der Pharmaindustrie zwar nachverhandeln, laut Experten stehen die Aussichten dafür aber schlecht. Eine Situation, die man schon bei der Bestellung hätte vermeiden können, sagt Arzt und Medizinjournalist Christoph Specht. Bei der Amtseinführung von Herrn Lauterbach kann ich mich noch daran erinnern, wie er nach wenigen Tagen sagte, oh Gott, man hätte Inventur gemacht, es wäre viel zu wenig Impfstoff bestellt worden. Schon damals waren die Lager ja durchaus gefüllt, beziehungsweise die Bestellbücher. Das hätte ausgereicht, was damals schon bestellt wurde. Was hat Herr Lauterbach gemacht? Er hat nochmal nachbestellt. Wie viel das Ganze den Steuerzahler letztendlich kosten wird, ist unbekannt, denn der vereinbarte Preis unterliegt der Geheimhaltung. Bei geschätzten 10 bis 20 Euro pro Impfdosis dürfte es aber in die Milliarden gehen. خب یکی از دلایلی که تو آلمان تورم وجود داره اینه که حماقت طبقه حاکم در ایجاد همین سیاست ویروس کرونا که این سیاستی بود که توسط تمام سیاستمدارا در همه جای دنیا، البته نه همه جای دنیا، فقط کشورهای به هر حال سیاست مشخصی رو دنبال میکردن، از جمله این که اون دوران خب موردی بود که ترامپ باید میرفت و جمهوری خواه شکست میخوردن و مثلا دموکرات ها می اومدن و سیاست های دیگه ای که بود و مستعمراتی که به دستور ارباباشون این سیاست ها رو دنبال کردن. و خب این میگه که خب در آلمان همینجوری خب قراردادیه، یعنی خب اینا حکومت قراردادهای خیلی نجومی رو با این تولید کننده های واکسن امضا کرده بوده و این باعث شد که با اینکه کرونا هم دورانش تموم شده باشه همینجور اینها حکومت مجبور باشه از اینا همینجور تولیداتشون رو بخره. اون هم خب کسی هم که من فکر نمی کنم حتی در دوران کرونا هم کسی خود آلمانیا حاضر بوده باشن که واکسیناسیون بشن و اینها، ولی خب به هر حال این چیزی که میگه دنیای تمام این چیزهایی که واکسن ها باید از بین میرفته و یعنی دولت باید میخریده اینها رو، مجبور بوده به خاطر قراردادی که با تولید کننده ها داشته میخریده و بعد چون هیچ کس هم حاضر نبوده نه واکسن بزنه و نه کشوری هم حاضر بوده از اینا بخره، اینا رو با همه میریختن دور و این میلیاردها یورو ضرر بوده و خب این نتیجهش اینه که کی باید این خسارات رو بده. این خسارات ها رو خب به نظر من یک راهش برای اینکه بتونن تو جیب مردم این خسارات ها رو، چون طبقه حاکم که هیچ وقت نمیاد که از جیب خودش اینا رو، یعنی میره یک اشتباهی رو میکنه و بعد این مردم هستن که باید بدن و خب راه حلشون هم ایجاد تورمه. الان یاد گرفتن با ایجاد تورم وقتی که مثلا ارزش شما حساب بکنین 10 یورو رو میارن به اندازه 1 یورو، البته تو آلمان هنوز به این قدر نرسیده ولی همون که ارزش مثلا 3 یورو الان شده به اندازه 1 یوروی سابق یا حالا 1 یورو تا 2 یورو
یا بگیم ارزش، چرا دیگه، ارزش 3 یورو تو این دوران‌های تورم 1.5 یورو ارزش پول کم شده، ارزش پول، و 1.5 تا 2 یورو و حتی شاید بیشتر، چون تو مثلا شما گوشت اینا بخوایم ببینیم، آره دیگه، تو خیلی از موارد 2.5 یورو تا 3 یورو ارزش پول اومده پایین. خب و اینا تورم باعث میشه که اشتباهاتی رو که طبقه حاکم میکنه از طریق تورم از تو جیب مردم در میاره و این یه نمونه از یکی از گزارش ها و همینطور که میبینید این گزارش مال 5 ژانویه 2023 هستش و گزارش دیگه در مورد ماسک هایی که اینا باز خریدن. اینجا هم دوباره باید دنیای ماسک که اینها با این تولید کننده های ماسک قرارداد داشتن، اینجا هم باید دنیای از این ماسک ها رو دور بریزن و این هم باز نشون میده که سیاستمدارها در آلمان، در واقع سیاستمدار اینا نیستن، اینها یه مشت آدمای خنگی هستن که مطلق خنگ و قلدر که مطلقاً در برابر اشتباهاتشون کسی نمیتونه اینها رو جوابگو کنه و حتی حالا جلوتر میرسیم به خیلی چیزای جالبتر. خب با هم میبینیم این گزارش رو هم. Zurück nach Deutschland. Fast 800 Millionen Masken sollen demnächst in der Müllverbrennung landen. Das Bundesgesundheitsministerium hat zu Beginn der Pandemie zu viel gekauft. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Bei über 700 Millionen OP-Masken und 60 Millionen FFP2-Masken ist das Haltbarkeitsdatum inzwischen abgelaufen. Das Ministerium will sie deshalb thermisch verwerten, zu Deutsch verbrennen. In der Müllverbrennungsanlage entsteht aus den Masken also Strom und Wärme. Ex-Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte zu Corona-Beginn für 6 Milliarden Euro Masken gekauft. Der Bundesrechnungshof rügte Spahn damals wegen massiver Überbeschaffung. خب اینم میگه که این یارو که وزیر سلامت سابقشون بوده، یارو 6 میلیارد ماسک اضافه از اون چیزی که باید خریده و خب این هم باید همه از بین میرفته، تمامی ماسکایی که اضافه خریده شده. و خب این مورد، حالا اینجا هم باز یه گزارش جالب دیگه داریم در این مورد که این مال 15 نوامبر 2023 هستش و اون این که تو دوران کرونا دولت 60 میلیارد یورو کردیت به خاطر کرونا میگیره. 60 میلیارد از بانک های حکومت، از در واقع بودجه مملکت کردیت قرض میکنه برای برای کرونا، اینا که این پول تمام برای کرونا خرج بشه. بعدم که دیگه کرونا کنار گذاشته میشه، این حزب حاکم میاد چه کار میکنه؟ همین حزب حاکم که اینها هستن، این FDP هستش، حزب سبز، حزب SPD آلمان، اینا میان اینها رو مخصوصا چون حزب سبز ها تو مسئله انرژی های تجدید پذیر اونجا میبره همه رو اونجا، این پوله رو بدون اجازه گرفتن و بدون چیزی این که بالا مراحل قانونی رو چیز کنه و اینا، میره اینا رو همینجور میبرن اونجا سرمایه گذاری میکنن. حزب اپوزیسیون که اینا اپوزیسیون هستن به این حزب حاکم. ما اگه بخوایم به این سیاست امپریالیست بیایم اینجا، من اینجا راجع به این حزب حاکم تو این برنامه صحبت کردم و این حزب سبزها، این زنه که اون سمت چپ هستش، اینا حزب سبزها، اینها در زمینه یعنی سیاست هاشون این بوده، اینها مهره های صنایع انرژی های تجدید پذیرن
و اینا اومدن همینجوری، البته با اتحاد اون دوتای دیگه، چون بدون هماهنگی با اون دوتای دیگه نمیتونستن همچی کاری بکنن. چیکار کردن؟ اومدن پولا رو همینجوری برداشتن و بردن تو اونجا گذاشتن. حالا این حزب ها که حزب اپوزیسیون که الان حزب قبلا اینها مرکل و یعنی حزب همون مرکل که الان رئیسش یاروه، اینها رفتن شکایت کردن و خب این دادگاهشون هم دادگاه کارلسروه که بالاترین دادگاه گفته این پول رو به هر حال باید برگرده. و حالا این سوال میکنه از این یارو زنه که چجوری این پول باید برگرده؟ بله این پول باید برگرده. حالا میرسیم جلوتر که بله این پول رو باید از جیب مردم در بیارن. حالا تو گزارش های بعدی که اینم برمیگرده به همون سیاست آلمان، یعنی ایجاد تورم برای اینکه ارزش پول رو بیارن پایین برای درکش. مثلا وقتی که ارزش فرض کنیم 10 یورو بشه 1 یورو، خب این یعنی 10 یورو از جیب مردم دزدی کردن و خب 90 میلیون ضرب در 10 دیگه خودتون حساب بکنین میشه چقدر، میشه 900 میلیون و جاهای دیگه هم همینجور دزدی که از جیب مردم بکنن میتونن اشتباهی رو که خودشون کردن، دزدی رو که خودشون کردن، کارهای اشتباهشون رو اینجوری از جیب مردم در بیارن. همون کاری که در کشورهای مستعمره مثل ایران، حالا خوبه اینجا باز تورم کمه ولی تو کشوری مثل ایران و جاهای دیگه که میرین که تورم 50% و این هاست، اونجا که دیگه حسابی دولت و حکومت و رژیم ها میان و اشتباهات خودشون و حماقت های خودشون با ایجاد تورم های سنگین از جیب مردم در میارن. و خب اینجا هم گزارش بعدی هستش که اومده اینجا تو این گزارش گفته که این پول ها، حالا این مقدارهایی که اینجا نوشته کجا مصرف شده، 19 میلیاردش تو فرم بنده، که این یعنی در واقع یه جور سیستم انتقال گرماست که خودش میتونیم حالا توضیحش اینجا خورده سنگینه، ولی اینجا دیگه میبینیم و حتی تو میکرو الکترونیک و اینجا هم هیدروژن، تولید هیدروژن و اینها خب نوشته چقدر از اون 60 میلیارد و کجاها مثلا یه مقدارش رو کجاها خرج کردن و الان هم گزارش رو کامل میبینیم. Plötzlich fehlen dem wolkigen Prestigeobjekt der Ampel, dem Klima- und Transformationsfonds, 60 Milliarden Euro, die fest verplant waren. Die größten Förderprojekte dieses Fonds sind die Wärmewende im Gebäudebereich mit 19 Milliarden Euro, die Förderung der erneuerbaren Energien mit 13 Milliarden sowie die Mikroelektronik und das Hochfahren der Wasserstoffwirtschaft mit jeweils rund 4 Milliarden Euro. و حالا یه گزارش خیلی جالبتر، حالا تو این گزارش دوباره میگه در کنار این 60 میلیارد یه دونه 26 میلیارد هم از سال 2020 هست که توضیح نداد خبرنگار که این اصلا چیه، همینجوری فقط اشاره کرد که 26 میلیارد هم از سال 2020 مونده و 31 میلیارد هم مال امساله، یعنی این سال 2023. و چه جالب که اینها هم وقتی میان اینجا، زنها که همیشه میخندن، هر با هم میرن و میخندن، چون اینا هیچ کدومشون جوابگوی کاری که میکنن نیستن دیگه، فقط چیلشون بازه که کلا همه سیاستمداراشون همینجورن. و اینجا هم خبرنگار میگه اینو باید تو این قسمت درست اینجا میگه که اینو باید بورگاه شهروندا بدن، این پولی که اینها، این کارایی که اینا میکنن، دزدی ها و این پول هایی که اینها اینجوری حیف و میل میکنن، دزدی میکنن، حالا هر غلطی میکنن، اینها رو باید شهروندا و ملت، از جیب ملت باید این پول ها داده بشه. بعدم که رفتن از وزیر اقتصادشون پرسیدن، خیلی راحت گفته تقصیر ما نیست، تقصیر خوب توجه کنید، تقصیر اپوزیسیونه، چون اپوزیسیون رفته از ما شکایت کرده. خیلی جالبه ها، شما خوب به این الان من میذارم دقیق نگاه کنین ببینید یارو چی میگه، اینم اپوزیسیونه
و البته نه رئیس اپوزیسیون، یکی از اعضای همون حزب CDU CSU که اینها شکایت کردن با هم میبینیم. Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vergangene Woche ist klar, dass im Haushalt mindestens 60 Milliarden Euro fehlen, vielleicht sogar noch mehr, weil möglicherweise noch andere sogenannte Sondervermögen von dem Urteil betroffen sind. Wie dieses Loch gestopft werden kann, ob durch krasses Sparen, mehr Schulden oder höhere Steuern, daran scheiden sich die Geister. Daniel Ponzen. Vieles ist noch unklar im Regierungsviertel, etwa wie groß die Finanzlücke für die Ampel am Ende tatsächlich wird. Denn allein beim Klima- und Transformationsfonds könnte neben den nun gestrichenen 60 Milliarden Euro auch schon eine frühere Bereitstellung betroffen sein, 26 Milliarden aus 2020. Und zudem Gelder des Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Allein dieses Jahr flossen daraus schon jetzt mehr als 31 Milliarden. Sehr groß ist also in jedem Fall die Lücke, sehr groß auch die Differenzen innerhalb der Ampel, wie dem Problem zu begegnen sei. Unsere Antwort auf die Herausforderungen der letzten Tage sein. Sollte es für die Bürger teurer werden, etwa wenn die Energiepreisbremsen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds wegfallen, sieht der Wirtschaftsminister die Schuld dafür bei der Union. Sie hatte in Karlsruhe geklagt. Das heißt aber im Klartext, dass jedenfalls für die Zukunft die Bürgerinnen und Bürger höhere Strom- und gegebenenfalls höhere Gaspreise bekommen werden. Also die Dankeschreiben, die können Sie gleich an die Union richten und Friedrich Merz ähnlich zustellen. Das ist völliger Blödsinn. Die Ampel hat diese Situation selbst zu verantworten. Sie hat rechtswidrig gebucht und sie hat dazu eine falsche Buchungsregel sogar in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben. Dieser miese Trick ist jetzt aufgefallen und durch das Bundesverfassungsgericht aufgehoben worden. Da ist niemand anders dran schuld als die Ampel selbst. خیلی جالب. این میگه شهروندا ملت میتونن الان تمام این پول‌ها رو که ما حالا باید تورم رو ایجاد کنیم و قیمت‌ها رو بالا ببریم، میتونن صورت حساب‌ها رو همه برای رئیس حزب اپوزیسیون بفرستن و این یارو هم که یکی از همکارای همون رئیس حزب اپوزیسیون هستش، میگه اینها خودشون دزدی کردن، مقصر هستن و باید جوابگو باشن، در حالی که ملت باید جوابگو باشه. اینا هیچ کدومشون نه حقوقاشون پایین اومده، تازه خیلی جالب هم هست که حقوقاشون همه بالا هم رفته به ازای متناسب با تورمی که خودشون ایجاد کردن. حقوقاشون همه هم بالا رفته، در حالی که حالا میرسیم چه بلایی سر فقیر فقرا اینها حالا میارن و اینها. خب این گزارش هم حالا پس اون دزدی ها و اینها که یک تورمی هستن، که اون دزدی هایی که حکومت کرده و اون حماقت هایی که حکومت کرده، اون از یه طرف ملت باید جوابگو باشن و مورد دیگه هم حرکت اقتصاد اروپا به سمت اقتصاد جنگیه که این هزینه های سنگین جنگی رو هم دوباره ملت باید حکومت با ایجاد تورم و دزدی هایی که میکنه از جیب مردم در بیاره و این گزارش رو هم با هم میبینیم. Die Europäische Union solle sich auf einen Krieg vorbereiten und deshalb auf Kriegswirtschaft umstellen. ببینید این مال همین امسال هم هست، مال الان ماه آگوستیم، ما این مال ماه مارچ هستش که میبینید سیستم ویندوز هم عوض شده. اون 2023 ها و اینا خیلی بهتر بود این سیستم، ولی الان خب یعنی یه ثانیه شمار داشت اینجا، ولی الان خب اون ثانیه شمار نیستش و به جایی که بهترش کنن ویندوز رو، همین چیزو خراب کردن. یعنی اصلا ویندوز 11 به نظر من یه دزدیه در مقایسه با ویندوز 10. ویندوز 10 خیلی بهتر بود از همه لحاظ و ویندوز 11 یک دزدی واقعیه که این مایکروسافت از ملت کرده و خلاصه دوباره اینو با هم میبینیم. Die Europäische Union solle sich auf einen Krieg vorbereiten und deshalb auf Kriegswirtschaft umstellen. Mit dieser radikalen Forderung sagt heute der Ratspräsident der EU, der Belgier Charles Michel,
für großes Aufsehen. EU-Ratspräsident Charles Michel. Er ruft nun in einem Zeitungsinterview zur großen Aufrüstung auf. Wir müssen daher verteidigungsbereit sein und in einen Kriegswirtschaftsmodus übergehen. Wenn wir Frieden wollen, müssen wir uns auf den Krieg vorbereiten. خب این هم از این هم مال سال 2023 27 آپریل وزیر خارجه اتحادیه اروپا با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال نظامی شدنه و آره دیگه اینا الان اقتصادشون وحشتناک داره به سمت نظامی شدن پیش میره. خب اینجا هم این سایت خبری رو داریم مال اکتبر 2023 هستش که استولنبرگ همچین چیزی گفته و خب این هم بدبختیه دیگه که مال چه موقعی هست. این هم مال سال 2023 هستش ولی خب این واقعا ما تقریبا هفته یه بار اینجا توی ویسمار آژیر پخش میکنن برای چند ثانیه. آژیر خیلی بلندی از نمیدونم کجا مرکز شهر جوری بلند هستش که اینجا از اینجا که من هستم دقیقا این آژیر به گوش میرسه که این آژیر خطر هستش و جالب اینه که من به یه اطلاعات رسانه‌ای دست پیدا کردم که اگر روسیه بخواد جایی رو حمله اتمی کنه یکی از جاهایی که حمله اتمی میشه همین منطقه‌ای که ماوس من حرکت میکنه. حالا اگه یه زمانی وقت شد تو اون برنامه‌ای که من باید راجع به این مسئله بسازم همین منطقه 2 تا بمب اتم باید اینجا بخوره و یکی دیگه از بمب‌های اتمشون اگه بخوره این منطقه است و یکی دیگه از بمب‌های اتم اینجاست. یعنی این 4 تا بمب اتم 100% برای 2 تاش اینجا یکیش اینجا. یه اطلاعات رسانه‌ای میگم نه من دارم ذخیره کردم حالا منتها ربطی به این برنامه امروز نداره ولی خب اقتصاد اینها بیشرفا اومدن درستم تأسیسات نظامیشون رو جایی گذاشتن که اگر بخواد بمب اتمی بیا اینجا میاد 2 تاش و این واقعا پس این من فکر نمی کردم. یعنی من همیشه فکر میکردم اگه بخوان بزنن جاهای دیگه ولی حسابش کن بیشرفا چقدر سیستم های نظامی آوردن اینجاها. من که اصلا از خونه میگم نه من هر وقت که میرم بیرون شرایط هیتلری جوریه که 1000 تا مأمور دنبالم میکنن که من دارم کجا میرم و با این وضعیتی که اصلا نمیذارن آدمم بخوابه. من الان اصلا نمیدونم اینجا چه خبر و چه تأسیسات نظامی رو کجاها میارن کجا میذارن و 1001 کثافتکاری داره تو این منطقه میشه چون الکی که نیست. خب روس ها خب میدونن دقیقا کجا داره چه اتفاقی میفته. الکی نیست که اگه یه اتفاقی بیفته 2 تا بمب اتم اینجا میخوره درست تو این منطقه و یکی دیگه هم این نزدیکی ها رفتن تأسیسات نظامی رو کنار مرز لهستان گذاشتن. یکی دیگه فکر میکنم نزدیکی های فرانکفورت باشه و در مورد فرانسه فقط یه نقطه است اونم این منطقه هستش فکر میکنم اینجاها باشه. در مورد انگلیس هم فعلا نمیشه. خلاصه به هر حال این کاری که این پست ها کردن و البته خب تو این گزارش که من اینو از سال 2022 اینجا ذخیره کردم دقیق شما میتونین ببینین که علت چیه که اینجا بمب اتم میخوره. علت اینه که این 3 منطقه کشتی سازی که ما اینجا داریم و من اگه الان اینجا بیام کجا من ویسمار که باشیم اینجا که بیایم شما ببینید اینجا کشتی سازی غول‌پیکری که اینجا هست اینا این کشتی سازی غول‌پیکری که این قبلا خب اینجا کشتی های بزرگ مسافری و اینا ساخته میشه کشتی های غول‌پیکر ولی الان دیگه اینا همه ورشکسته شدن و
طبق این گزارشی که میده دیگه اینجا تو مال ویسمار، اینجا که من هستم، قرار زیردریایی ساخته بشه. مال روستوک قرار تعمیرات کشتی باشه و اشترالزوندم. به هر حال اینا همه کشتی نیرو دریایی اینجا قرار تعمیر بشه، اونجا هم به هر حال به نیروی مال اشترالزوندم به نیرو دریایی داده میشه. حالا اونجا چه کار بکنن و اینها و گزارش رو میتونیم با هم ببینیم. Für den Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern war die Insolvenz der MV Werften im Januar ein schwerer Schlag. Wegen Corona hatte das Kerngeschäft, der Bau von Kreuzfahrtschiffen, erstmal keine Zukunft. Nun haben alle 3 Werften neue Besitzer. Den Standort Wismar kaufte ein U-Boot-Bauer des ThyssenKrupp-Konzerns. In Stralsund will die Stadt das Gelände in einen Gewerbepark umwandeln. Und ab heute gehört die Rostocker Werft dem Bund. Künftig sollen hier Schiffe der Bundesmarine repariert werden. Bernd Mosebach. Der Stützpunkt der Marine bei Rostock-Warnemünde, der neue Arbeitgeber für die Schiffbauer der MV-Werften direkt gegenüber. Künftig sollen sie hier Fregatten und Korvetten reparieren. Vor 2 Jahren waren es noch fast 1000 Werftarbeiter, jetzt könnten 500 weiter beschäftigt werden. Und ich gehe davon aus, dass es eingehalten wird. این هم سایت NDR هستش. NDR که سایت بسیار معتبر و ترجمه این که قرار دیگه این کشتی های جنگی به جای ویسمار، کشتی های جنگی به جای، البته این که گفت منظورش همون زیردریاییه و به این شکل. گزارش بعدی هم از سال 2025 مونتاژ هواپیماهای F-35 تو آلمان رو داریم از سال 2000. این گزارش مال 2023 ولی خب شروع ساخت کارخونه مونتاژ از الان کلید خورده، با هم می‌بینیم. Der russische Angriff auf die Ukraine hat den Umsatz der deutschen Rüstungsindustrie nach oben schnellen lassen. Zu einem Teil soll künftig auch das Kampfflugzeug F-35 in Deutschland gefertigt werden. Dafür baut Rheinmetall jetzt eine neue Fabrik in Nordrhein-Westfalen. 2025 soll sie in Betrieb genommen werden. Über den heutigen Baubeginn der Fabrik berichtet Peter Böhmer. Es war ein ganz breiter Spatenstich am Flughafen Weeze nahe der holländischen Grenze. اینجا هم گزارش بعدی از تحمیل هزینه های نظامی به ملت رو داریم و اینجا هم گزارش بعدی مال سال 2023 رو داریم که این رو هم میبینیم به این شکله. اینجا هم یه گزارش داریم که خب ترجمه اینجا افتضاح، اطلاعات خیلی کمه و دقیقا مشخص نیست چجوریه، چون کلا سیستم های دفاع هوایی اسرائیل همش اونایش که ضعیفن مونتاژ میشن در خود اسرائیل، همه آمریکایی هن و مونتاژ میشن. اونهایی هم که قدرتمندن به هر حال خود آمریکا حضور داره و مواظبه که این اطلاعاتشون به جای درز نکنه و یعنی نیروهای خود آمریکایی هستن و مواظب هستن، مثلا پاتریوت. من اینجا اسم پاتریوت نمیبینم چون پاتریوت و آمریکا به کسی نمیده. بعد یه ایریس تی نوشته که اینو خود آلمان، این هم سیستم آمریکاییه ولی آلمان مونتاژ میکنه، نمیدونم میخره مونتاژ میکنه و این 3 میلیاردی تقریبا 4 و 3 میلیارد و حالا میخواه همینجوری به اسرائیل بده، نمیدونم میخواد از اسرائیل بخره. چیکار میگن این زیاد درست ترجمه نشده و اطلاعات کامل نیست. این هم گزارش از سال ژوئن سال یعنی دقیقا 1 سال پیش، 1 سال حالا بگیم 1 ماه، تقریبا 13 ماه پیش که اون موقع شولتز آلمان گفته که کل کمک آلمان با اوکراین تازه تا اون زمان به تقریبا 17 میلیارد رسیده بوده و حالا معلوم نیست الان دیگه به چه حدی رسیده، چون سیاستمدارا هم واقعیت ها رو به مردم اونجوری که باید نمیگن و اینا همش تورمیه که باید از جیب فقرا در بیاد و همینطور مالیات های، حالا تورم یه طرف، مالیات یه طرف، دزدی یه طرف که حالا به دزدی ها هم میرسیم جلوتر. این هم این مردک
که آلمان میتونه یه همچین کاری بکنه، ولی نه از جیب خود اینها، از جیب اینا که نه، از جیب ملت. که من راجع به یارو هم و اون عروسی نجومیش، ازدواج نجومیش، اینجا هم برنامه داشتیم تو این برنامه 1 سال پیش و چه جالب اینجا تو آگوست صحبت از 5 میلیارد بوده که ما باید سالانه 5 میلیارد یورو کمک بکنیم و بعد 1 ماه 2 ماه 3 ماه بعد 3 ماه بعد یعنی نوامبر صحبت از 2 برابر شد، یعنی 8 میلیارد. یعنی تا سال به حدود 8 میلیارد تصویب بکنه که خلاصه خودتون میتونیم ببینین که چی نوشته. و این هم که جدیدترین خبره، یعنی مال همین 3 روز پیشه. ببینیم 15 آگوست 2024 و الان ما در چه تاریخی هستیم؟ همونطور که میبینین 18 آگوستیم و میبینین که حالا من نمیدونم این پاتریوتا چه نوع پاتریوت، چون تا اونجایی که من میدونم آمریکا هیچ وقت اون پاتریوتای اصلیشو به کسی نمیده مگر اینکه نیروهای خودشون، اون جایی که پادگانای خودشون هست اونجا آورده بشن و اینها تحت مراقبت باشن که کسی سیستمای اینا رو ندزده. و من فکر نمیکنم همینجوری بیا با آلمان اینها رو بده. اگه هم بده خب این اون پاتریوتای اصلی نیستن و خب در کنار یک کشوری مثل آلمان، دانمارک هم همینجور، یعنی بقیه کشورها مثل دانمارک هم هزینه های بالای نظامی و کشور دیگه لهستان به شدت بودجه های نظامیشو الان بالا برده. خب اینا همش خیانته، این خیانت هایی که سیاستمدارا میکنن، اینقدر هزینه های نظامی. و اینجا هم میبینیم که گزارش بعدی و خودتون میتونین بخونین که به چه شکل هستش اینجا. و اینجا هم 2 خبر بسیار مهم که این هم مال جفتشون مال سال 2023 هستش و میبینین که به چه شکل هستش. این یکی و این هم دومی. که خب این نتیجه تورم بالا، اینا همه باعث تورم تو خود آمریکا هم میشه. علت تورم بالا افزایش بیخونمانا، هزینه های سنگین که همینجور داره تو آمریکا بالا میره، همین هزینه های نظامیه که اینها اینجور هزینه ها رو بالا میبرن و همه اینها به مردم تحمیل میشه این هزینه ها. و حالا اینها صحبت از گلوله هست، ولی اون بمب های اتمی اونها واقعا هزینه های نجومی دارن که اینها تولید میکنن و بعد از جیب مردم اینها رو در میارن. حالا یه نگاهی میکنیم به وضعیت اینهایی که تو پارلمان آلمان مثلا کار میکنن، اینهایی که مثلا باید نماینده مردم هستن. ببین گزارشگر میگه که اینها ماهی فقط به خاطر اینکه نماینده مجلس هستن، ماهی، تازه این مال سال 2023 هستش، 10,323 یورو در ماه درآمد دارن. حالا میتونین برای درآمد الانشون خودتون برین تو گوگل بنویسین در بیارین که چقدر در میارن، بدون شک بیشتر شده. و بعد میگه که حالا جالب اینه اینا در کنار این که اینها نماینده مجلس، اینا شغل‌های جانبی هم دارن. مثلا اومده یارو رو مثال زده، گفته این مردک چقدر در میاره در کنار شغلش به عنوان
نماینده مجلس چیکار میکنه؟ مشاور مالیاتی هم هستش و 3 میلیون. البته خب اینجا اشکال اینه که ننوشته ماهیانه یا سالیانه، 3 میلیون خورده‌ای هم به عنوان مشاور مالیاتی در میاره. و بعد دوباره اینجا راجع به یه 24 میلیون یورو در سال صحبت کرده و اینو نگفته که این چیزه، این برای هر نفر از اینا در سال، هر کدوم از این نماینده های مجلس در سال اینقدر در کنار اون حقوقی که تو مجلس در میارن یا این در کل. ولی در کل غیر ممکنه وقتی که یه نفرش که یارو باشه 3 میلیون. خب نماینده های مجلس خیلی زیادن. خب اگه این 3 میلیون باشه بعد بخوایم بگیم خب در کل بشه 24 میلیون در سال. خب همچین چیزی میگم گزارش ناقصی، ولی مشخصه که اینها عجب دزدان گردن کلفتی هستن که مطلقاً به خاطر این خباثت ها و این جنایت ها و این دزدی ها و این ظلم هایی که به مردم تحمیل میکنن هم جوابگو نیستن، حداقل از جیب خودشون که هیچی نمیدن. و این گزارش با هم میبینیم. Mehr als 10.000 Euro verdienen Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Nicht schlecht. Viele Abgeordnete stocken ihr Gehalt noch mit lukrativen Nebentätigkeiten auf. Dabei sind Mitglieder von Union und FDP übrigens die Spitzenverdiener. Und viele fragen sich, ob bei all den Nebentätigkeiten noch Zeit für die eigentliche Arbeit im Parlament bleibt. 3,5 Millionen Euro aus seiner Tätigkeit als Steuerberater verdient Sebastian Brehm neben seiner Arbeit als CSU-Bundestagsabgeordneter. Allerdings wird bei den veröffentlichten Daten nicht zwischen Umsätzen und Einnahmen unterschieden, kritisiert Brehm. Bei uns ist es so, in der Abgeordneten noch im Mittelpunkt steht. Monatlich verdient ein Bundestagsabgeordneter 10.323 Euro. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Junge verzichtet selbstbewusst auf Nebeneinkünfte mit den Diäten vermittelt. Insgesamt belaufen sich die Nebeneinkünfte auf 24,8 Millionen Euro pro Jahr. Der Bundestag kostet den Steuerzahler jährlich fast 1 Milliarde Euro. Zumindest ein kleiner Teil des Geldes wäre so wieder beim Steuerzahler. میگه این مفخورهای کرگدن هیکل نگاهی تو زنه، نمیدونم طول و عرضش که ما بس که میخورن، بس که پول حروم هیکل رو کرگدن میکنه. میگه مالیات، یعنی ملت باید چقدر برای اینها مالیات بدن سالیانه. خب میگه هزینه مجلس آلمان برای مالیات دهنده ها، یعنی طبقات کارگر و کارکن، هزینه ای که این برای ملت داره مجلس آلمان تقریبا 1 میلیارد یورو در ساله. در آخر میگه، آخر ویدئو. خب اینجا هم یه گزارش جالب از بریز به پاشای حزب حاکم داریم که این گزارش مال سال 2023 هستش، یعنی تقریبا میشه گفت 1 سال بعد از اینکه اینا به قدرت رسیدن. چقدر اینها بریز به پاش دارن. این مردک که اینقدر خسیسه و میگه ما باید طبقات پایین رو نابود کنیم، این ضد بشر. خب گزارشگر میگه این داخل ولی بین دوستا و رفیقای خودش تو حزب خودش همینجور دستمزدها رو بالا بردن و آره دیگه دستمزدهای اطرافیانش رو بالا میبره و هدایایی که داده میشه اونجا. و میگه از زمانی که اینها این 3 حزب جدید به قدرت رسیدن 1700 تا پست جدید تو همین 1 سال به وجود اومده. و این هم که اپوزیسیونه میگه آره اینا دارن خودشون به خودشون حسابی پذیرایی میکنن، از خودشون دارن حسابی پذیرایی میکنن. و یکی دیگه هم از افرادی که حسابی اینجا برای فک و فامیلاش، البته نمیگه فک و فامیلاش ولی خب مشخصه دیگه،
یاروزن است، وزیر سلامت که البته نه این وزیر این وزیر خانواده است که برای یه چیزی پست یه وزارتخونه یه چیز جدید برای امنیت کودکان به وجود آورده و این هم هزاران در واقع طبق این چیزی که گزارش کرد میگه 1000 تا پست جدید باید به وجود بیاد و خب گزارش رو با هم میبینیم. Die Ampelkoalition hat mehr Mitarbeiter als jede andere Regierung zuvor. Mehr als 30.000 Menschen arbeiten für Kanzler und Minister. Und einige von der FDP bekommen jetzt eine ordentliche Beförderung, trotz Haushaltsloch und Sparzwang. 28 Beamte des Finanzministeriums erhalten ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk und dürfen sich über mehr Geld freuen. Ausgerechnet im Haus von Christian Lindner kommt es mitten im Haushaltschaos zu einer Beförderungswelle. Bei Parteifreund und Justizminister Marco Buschmann sind es gar 30 Beförderungen. Das ist nur im Finanz- und Justizministerium. Doch die Personalpolitik der Ampel steht schon länger in der Kritik. Seit ihrem Amtsantritt hat die Regierung bereits mehr als 1700 neue Beamte eingestellt. Die Zahl der Regierungsmitarbeiter hat damit zum ersten Mal die Marke von 30.000 überschritten. Noch ringt die Ampel um den Haushalt für das kommende Jahr, doch die Personalkosten scheinen vom Sparzwang nicht betroffen zu sein. Es macht so wirklich ein bisschen den Eindruck, als ob man sich hier selbst bedient. Man ist jetzt an der Regierung, man ist an der Macht und jetzt haben viele den Eindruck, sie können ihre Gesinnungsgenossen quasi jetzt in die Regierung hieven. Auch die Lieblingsprojekte der Koalitionäre kreieren eine Menge neuer Stellen. Für die geplante Kindergrundsicherung der grünen Familienministerin Lisa Paus wäre eine Riesenbehörde mit tausenden Arbeitsplätzen nötig. اینجا هم باز یک گزارش خیلی جالب داریم راجع به این زنه که ببینید بازی فوتبال آلمان و سوئیس بوده که میگه این زنه از فرانکفورت بعد از بازی از فرانکفورت به لوکزامبورگ که فقط مسیر 100 کیلومتر بوده این مسیر رو با هواپیما رفته، اونم در شرایطی که فرودگاه فرانکفورت پرواز ممنوعیت پرواز در شب داره، اونم به درخواست خود همین حزب این زنه که ممنوعیت پرواز اونجا گذاشته، ولی به خودش که میرسه مسیر 100 کیلومتر رو که دقیقاً اگه این از طریق زمینی هم میرفت، ببینین فرانکفورت کجاست، فرانکفورت اینجاست، لوکزامبورگ هم اینجاست، مسیر فقط 100 کیلومتر بوده و این اگه با ماشین میرفته یعنی به خودشون که میرسه همه چی یه جور دیگه است، مردم که میرسه همه چی یه جوره، طرفداراشون و اون احزابشون و این نوچه هاشون میرن خودشون رو به زمین میچسبونن و یه مدت خیابونا رو مسدود میکردن و میرفتن تو فرودگاه ها و نمیدونم نمیذاشن هواپیما پرواز کنن، ولی خودشون که باشن برای خودشون همه کار اجازه همه کار دارن. با هم میبینیم این گزارش رو. Ärger um Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock. Die Grüne ist nach dem EM-Spiel Deutschland gegen Schweiz von Frankfurt nach Luxemburg geflogen. Im Auto hätte sie für die gut 100 Kilometer genauso lang gebraucht. Bekannt ist zudem, am Frankfurter Flughafen gilt ein striktes Nachtflugverbot, ausgerechnet auf Betreiben der Grünen, das einer Sondergenehmigung umgangen werden. حالا جالب این که یه وقتایی هست آدم سفرهای کاری داره اون یه چیزی، ولی دیدن فوتبال این دیگه تقریبا یه چیز شخصی باید محسوب بشه. حالا اینا اونقدر دزدن این رژیم آلمان، اعضای رژیم آلمان و دولت، که اینها حتی برای این چیزهایی هم که تقریبا با این حقوقهای نجومی و درآمدهای نجومی که اینا دارن، ولی تمام این هزینه ها رو باید ملت پرداخت کنه که اینجا میگه 6 تا از این پروازها که به خاطر فوتبال بوده برای نمیدونم نخست وزیرش و اعضای رژیم، اینها فقط 530,000 تا، فقط 6 تا از این پروازها 530,000 یورو هزینه داشته که خب اینو با هم ملت پرداخت کنه. ببینین
Die Bundesregierung steht in der Kritik, mit Flügen zu den Deutschlandspielen der Fußball-EM hohe Kosten verursacht zu haben. Dabei geht es um 6 Einsätze der Flugbereitschaft der Bundeswehr für Kanzler Scholz und Mitglieder seines Kabinetts für insgesamt 530.000 €. Das geht aus einer Antwort des Verteidigungsministeriums auf eine Anfrage der Linkspartei hervor. Am teuersten war der Flug zur Partei Deutschland gegen Ungarn von Berlin nach Stuttgart und zurück mit knapp 115.000 €. خب اینم یه گزارش جالب دیگه است و اون اینکه این هزینه پروازهای حکومتی ها، این وزارت دفاع 136 تا پرواز، وزارت داخله 124 تا، فینانس یعنی همون وزارت دارایی میشه و اینم وزارت اقتصاد. اینا با هواپیما، حالا مثلا نوشته هواپیمای خالی، یعنی این یه هواپیماست، حالا معلوم نیست تو هواپیما این تیمی که سفر میکنه 10 نفره، 20 نفره، 30 نفره، حالا هر چه تعدادی که هست، تمام هزینه های اینا رو هم به دوش ملته. یعنی اینها حالا گذشته از این هزینه‌های سنگین خسارتی که به آب و هوا وارد میشه، اینها میشه در سال 2016 این هزینه ها 64 تقریبا 65 میلیون یورو بود و الان در سال 2023 الان که ما 24 ولی خب تا سال 2023 هم این 91 میلیون یورو اینا این سفرهاشون با این هواپیماها هزینه داشته. خب اینجا هم اخبار جالبی رو داریم، برمیگرده به 2 فوریه همین امسال و زمستون یه دفعه اتحادیه اروپا اومد یک هزینه میلیاردی 50 میلیارد تصویب کرد که ما باید به جنگ در اوکراین کمک کنیم و به ازاش مثلا حقوق مشاغل و اینها، خیلی از حق و حقوقهای مثلا کشاورزها رو بدزدیم، از طرف دیگه محصولات اوکراین رو وارد کنیم که بتونیم هزینه‌های جنگ تامین بشه و با این محصولاتی که وارد میشه تو محصولات ارزون از اوکراین، خب این کشاورزهای کشورهای مختلف اتحادیه اروپا اینا ضرر میکردن و این بود که خب اینها سفت و سخت علیه این حاکمان دزد و خب خیلی از حقوقاشون هم گرفته شد از اینها برای اینکه بتونن هزینه های جنگ تأمین بشه و خب اینها به شدت عمل کردن. یعنی فقط یکی از راههایی که بشه بر علیه این حاکمان دزد جنگید همین قدرت اتحادیه هاست. یعنی خب کارگرها، اتحادیه ها، اصناف اینها میتونن از این طریق مثلا حکومت رو، حاکمان رو مجبور کنن که جلوی دزدی‌های اینا رو بگیرن، برخلاف مثلا طبقات، حالا طبقه مثلا یکی مثل من که باز پایین‌تر از این هست، یعنی از لحاظ طبقه اجتماعی، چون افراد بازنشسته و اینها، افراد مثلا طبقاتی که حالا بحثش خورده طولانیه، ماها نه صنفی داریم نه چیزی، بنابراین حکومت میتونه با ما هر کاری که بخواد بکنه. خلاصه این گزارش رو میبینیم. Die EU unterstützt die Ukraine mit einem weiteren milliardenschweren Hilfspaket im Krieg gegen Russland. 50 Milliarden Euro haben die Regierungschefs heute dafür freigegeben. Das sind umgelegt 111 Euro für jeden EU-Bürger. Explosiv war die Stimmung in Brüssel heute vor allem vor den EU-Gebäuden. Dort hat es nämlich den nächsten Bauernprotest gegeben, einen der hitzigsten bisher überhaupt. Die Landwirte haben unter anderem Reifen in Brand gesteckt. Denn ihr Unmut richtet sich immer stärker auch gegen die Agrarpolitik der EU.
Brennende Reifentürme, Feuerwerkskörper und Eier auf das EU-Parlament. Die Bauernproteste in Europa haben eine neue Eskalationsstufe erreicht. Den ganzen Tag über blockieren die Bauern mit hunderten Traktoren die Straßen der belgischen Hauptstadt und demonstrieren gegen Regulierungen der EU. Die Polizei geht mit Wasserwerfern gegen die Teilnehmer vor. Die Landwirte stellen eine Reihe an Forderungen. Vor allem geht es dabei um gestiegene Kosten und immer mehr Konkurrenz durch billige importe. البته خب این گزارشگرها خیلی از واقعیت ها رو نمیگن، ولی یه چیز جالبی که این گزارشگر گفت این 50 میلیارد یعنی 111 یورو هزینه برای هر نفر اروپایی، یعنی برای هر نفری که تو اروپا زندگی میکنه این 50 میلیارد یعنی اگه بخوایم تقسیم کنیم رو تمام افرادی که تو اتحادیه اروپا زندگی میکنن یعنی 111 یورو برای هر نفر. این چیزی که جدیداً برای کمک نظامی به اوکراین تصویب شده و خب این کشاورزها به شدت واکنش نشون دادن و این هم باز همون مال 26 فوریه هستش که این خب اینجا هم اعتصاب سراسری تو آلمان رو داریم که اینجا هم تاریخ رو میبینین که مال ژانویه 10 ژانویه است، البته قبلتر از این اتفاق اون فوریه، ولی خب این نشون میده که فشارها، هزینه های سنگین. خب اینجا این اعتصاب رو داشتیم، اینجا که خب اینو داشتیم، اینجا هم رانندگان قطار مال BBC و میبینین که 24 ژانویه که اینها همه اعتصاب کرده بودن که تورم بالا، عدم افزایش حقوق، اون هم متناسب با تورم، اعتصاب های سنگین رو داشتیم تو آلمان و اینجا هم باز همونه که میبینیم مال 1 مارچ هستش و به این شکل و باز هم اینجا رو میبینیم خشم کشاورزان آلمانی 23 و خب علت هم قطع یارانه سوخته، یعنی اینها یه یارانه میگرفتن، خب اون یارانه رو اومدن برداشتن که بتونن هزینه های جنگ رو تأمین کنن، ولی در برابر اون بریز به پاشهای خودشون و طبقه حاکم اون بریز به پاشهای خودش و اون دزدی ها و اینا که سر جاش بیشتر هم شده، ولی از این طرف میان مثلا حق و حقوق دزدی میکنن از طبقات ضعیف جامعه و این واقعا نشون میده که ما توی جنگلیم، یعنی جنگلی که وقتی که تو گله قدرتمند حاکم که این خودش فلسفه خیلی سنگینی داره، حالا جاش اینجا نیست من بخوام راجع به این صحبت بکنم، ولی خب چون خیلی وقت میبره که آره ما باید یارانه های اینها رو کشاورز رو بگیریم تا بتونیم هزینه جنگ رو تأمین کنیم، ولی حقوقهای خودشون رو بالا بردن، سیاستمدارا حقوقهای خودشون رو بالا بردن با وجود جنگ و با اینکه شرایط رو خودشون به وجود آوردن، ولی از اون طرف اینجوری عمل میکنن یا پولی وجود نداره. وزیر آلمانی به که حالا ترجمهش اینجوریه، به کشاورزان داد و بیداد میگوید که به این چه جالب، همون فردی که حقوق رفیقا و دار دسته خودشو بالا برده، اینا اسمش چیه اینجا؟ اینا کریستیان لیندر، همون یاروی که ازدواج نجومی داشت و فلان و اینها، اینجا هم خب به زبون آلمانیه ولی خب مال 30 ژانویه است که اینجا هم پزشکا
اعتصاب پزشکا رو داشتیم. در خیلی از کلینیک های دانشگاه ها اینها اعتصاب کرده بودن و اینها به خاطر دزدی های طبقه حاکم. و خب اینجا هم کشاورزان ایتالیایی رو داریم که اینها هم طبق این خبرگزاری که اینجا داریم اینها هم به این شکل. و اینجا هم گزارش راجع به اسپانیا. اینجا هم باز 7 فوریه همین امسال هستش که در اسپانیا هم و اینجا هم رویترز و اول فوریه و کشاورزان پرتغالی. و اینجا هم میبینیم که به این شکل. خلاصه نارضایتی و اعتصابات. خب اینجا هم جالبه که ببینیم وضعیت کارگرای فنلاند 1 فوریه. اینجا هم گزارش جالبی، حالا یه خورده ممکنه ترجمه اشکال داشته باشه، البته فقط اون جایی که کلمات لاتین و اینا بینش باشه و عدد و اینها، ولی اگه نباشن این عدد و اینها همه چی قابل فهمه. خلاصه اینجا هم کشاورزان هلندی رو داریم که این هم مال 6 فوریه هستش. و اینجا هم لهستان رو داریم. و اینجا هم بریتانیا رو داریم در 27 فوریه به این شکل. اینجا هم فرانسه رو داریم. البته در مورد فرانسه باید بگم که حکومت رژیم فرانسه حق و حقوقی رو که به خاطر حسادت آلمان از کشاورزا گرفته بود دوباره بهشون برگردون و باعث شد که اعتصابات بخوابه. و اگه بیاین تو این سیاست امپریالی تو این سایت، تو یکی از این دوتا برنامه هیتلر سلطان گاز یا این یکی داشتیم، حالا کجاش بود نمیدونم، که به هر حال رژیم فرانسه اون حقوق کارگرها رو کشاورزا رو بهشون برمیگردونه که اعتصابا فروکش کنن. خب حالا جالب این که بعد از این همه ماها از زمستون که این اعتصابات کارگری تو آلمان شروع میشه، الان این چیزه نمیذاره که شما تاریخ رو درست ببینید، ولی این گزارش که شروع بشه این تاریخ رو میبینین، این 25/6 یعنی تقریبا میشه گفت آخر ماه آخر بهار دیگه، آخر بهار اون اعتصابا زمستون شروع شد. اینجا با حکومت مجبور میشه یه امتیازات حداقلی تو آلمان به کشاورزا بده که اعتصابات فروکش کنه، ولی خب این کشاورزا در واقع این رئیسشون، رئیس اتحادیه است که میگه نه این چیزی که دادن خیلی کم و اون چیزی نیست. 3 تا چیزه که اینجا داده شده بهشون، 3 تا امتیاز. یکی در زمینه مالیات که خب دقیق توضیح نداده، مالیات یه خورده براشون آسونتر گرفته میشه. و واید تیاهالتونگ این هم یه چیزیه که در زمینه نگهداری از حیوونا، حالا اینو الان یادم رفته چیه میتونین خودتون برین تو گوگل ببینین چیه این. و کاغذبازی مورد سوم، این کاغذبازی رو که یه خورده اینو
بردارنش. حالا تا چه حدی بردارن، کاغذ بازی ها رو یه خورده برای کشاورزا سبکش کنن و فلان و اینا، یا به طور کامل بردارن. به هر حال این رئیسشون میگه که ما راضی نیستیم اونجوری که باید و با هم میبینیم. Nach den bundesweiten Protesten der Landwirte zu Jahresbeginn hatte die Regierung Erleichterungen versprochen. Heute nun einigte sich die Ampelkoalition auf ein Entlastungspaket. Es sieht unter anderem steuerliche Erleichterungen vor und soll für weniger Bürokratie sorgen. Bauernpräsident Ruckwied bezeichnete das Vorhaben als längst überfällig, aber nicht ausreichend. Die Bauernproteste aus dem vergangenen Winter sind für Landwirt Jens Schreinicke aus Brandenburg ganz weit weg. Der Frust über die Kürzungen beim Agrardiesel sitzt bei dem CDU-Mitglied aber noch tief. Entlastung soll den Landwirten ein Maßnahmenpaket bringen, auf das sich die Ampelfraktionen im Bundestag verständigt haben. Vorgesehen ist unter anderem eine flexiblere Besteuerung beim Einkommen, um so Gewinne und Verluste aus verschiedenen Jahren miteinander auszugleichen. Die Weidetierhaltung soll zusätzlich gefördert werden. Zudem sind weitere Maßnahmen zum Bürokratieabbau geplant. Unzufrieden hingegen der Bauernpräsident. Die Landwirte sind enttäuscht über das Paket, das ein Päckchen ist, nicht mehr und nicht weniger. Wir sind massiv belastet worden im Winter mit Steuererhöhungen etc. خب من اینو خودم یه دقیقه سریع نگاه کردم ببینم منظورش چیه. منظورش اینه که حیوونا تو ساختمون، تو محلهای سرپوشیده و با غذاهای مصنوعی و اینا همش چیز نشن، پرورش پیدا نکنن و تو مراتع و با اون گیاهای طبیعی غذاشون اونجوری تامین بشه. و خب یه چیز دیگه هم این هزینه های سنگین در واقع سوخت بوده که هزینه ها رو یه دفعه بالا بردن. اون امتیازاتی رو که در مورد سوخت به کشاورزا داده بودن اونو بهشون برنگردونده بودن. و اینم میگه که ما زمستون سختی داشتیم، مالیات ها رو به شدت بالا برده بودین و این امتیازاتی رو هم که الان دادین امتیازات خیلی کمیه و اصلا جبران خسارت ها رو نمی کنه. ولی خب جالبه روی این مسئله فکر کنین که ببینین طبقه کشاورز با اینکه حیات جامعه به اینا بستگی داره، یعنی واقعا اینقدر اینها قدرت دارن و حیات جامعه دست اینهاست، به اینها وابسته است، باز هم در برابر این طبقه حاکم دزد اینها شانسی ندارن، یعنی هیچ دفاعی نمیتونن از خود، یعنی با اینکه اعتصاب میکنن و فلان در برابر اون دزدها که سازمان های فوق العاده قدرتمندی هستن، با سگهای پلیس، با اون دادگستری که همش دست خودشونه، یعنی قدرت در گله است. هر چقدر گله قدرتمندتر باشه خب ظلم هم بیشتر، هر کاری دلشون میخوان میکنن، هر غلطی میخوان میکنن. هر چقدر آدم ضعیفتر تو دنیای امروز باشه، حالا چه تو جنگل حیوونا رو هم ما بخوایم ببینیم، اونی که چنگال و دندونش تیزتره و اونی که تو گله هستش، اون حیوانایی که گله‌ای هستن قدرتشون بیشتر از اونایی که چنگ و دندون ندارن و یا در قالب گله زندگی نمی کنن. خب اینجا گزارش خیلی جالبیه. این در واقع یه چیزی حدود 5 روز قبل از اینکه به کنسول ایران، یعنی اسرائیل به کنسول ایران حمله بکنه و من اینجا راجبش برنامه داشتیم اینجا، خلاصه رژیم آلمان مجبور میشه یه سری امتیازات رو بده که یه سری از مشاغل مهم اعتصابشون رو تموم بکنن. مثلا نمیدونم اینجا برای این راه آهن میبینین افزایش حقوق رو داریم. در مورد این چی بهش میگن
خب من اینو قبل از اینکه گزارش رو ببینین کارکنای راه آهن برای اینکه اعتصابشون رو تموم کنن یه چیزی گفته 420 یورو افزایش حقوق در 2 مرحله. نمیدونم این منظورش چه، به هر حال اینا هم خبرنگارا هم اینا، و 2850 یورو برای اینکه این تورمی که ایجاد شده احتمالاً بهشون یک بار، حالا نمیدونم چجوری اینو یک بار میدن، یعنی رو حقوق سالشون احتمالاً یک بار اینو میدن که این در واقع تورمی که ایجاد شده رو بتونن اینجوری براشون برطرف بشه. و در مورد پرسنل فرودگاه هم 12.5% افزایش حقوق و 3000 یورو جبران تورم. و حالا جالب در مورد این فروشگاه ها و اینها هم میبینیم که خب من اینو یه بار دیگه میگم، فکر میکنم دستم رفت رو این بالا، یه خورده قطع شد برنامه. خلاصه من اینو دوباره میگم، این یارو در واقع مخالف اینه که خب ببینین این یارو که ما اینجا داشتیمش تو این برنامه، اینجا این سمت راستیه، این که ازدواج میلیونی هم داره، ازدواج خیلی، این کسی که بسیار بسیار دشمن فقرا، دشمن طبقات پایین، اصلا خودش و حزبش و اینا اصلا دشمنن اینا، و معتقد بوده که برای جنگ و اینها، حالا که ما مجبور شدیم به این یه سری از این اصناف و اتحادیه‌ها امتیاز بدیم، باید حقوق طبقات پایین رو، یعنی طبقه بیکارها که منم جز همین طبقه بازنشسته ها و ایثارگرا و نمیدونم معلولین و جانبازا هستم، باید حقوق اینا رو کم بکنیم، چون حالا که مجبور شدیم به خاطر اینکه نتونستیم تو سر این اتحادیه‌ها بزنیم و یه امتیازاتی به اینا بدیم که دست اعتصاب بکشن، خب بریم به جاش بزنیم تو سر فقیر فقرا. ولی خب این یارو که مال حزب سبزه، به این یارو، این مردک که اونی که سمت راسته، کامل سمت راسته، اون این اصلا انسانیت نه خودش داره نه حزبش، یک مش دزد وحشی درنده کفتار صفتن. ولی خب این یارو باز با اینکه اینا هم خودشون، یه حزب سبزها خودشون هم دزدن، ولی خب یه خورده انسانیت داره، میگه نه خب این باعث میشه جامعه از هم بپاشه، ما اگه بخوایم حقوق این بیکارا و اینا، بعد جرم و جنایت تو جامعه همینجور میره بالا و این به نفع ما نیست و فلان و اینها. خب این کارکنای شیمی، صنایع شیمی هم، اینها هم تقریبا 7% دستمزدشون رفت بالا، برای اینکه خب این هم 27 یونی بوده، یعنی تقریبا 27 یونی میشه فکر میکنم حدود 7 تیر به وقت هجری شمسی بشه. اینها هم به هر حال یه حق و حقوقی دریافت کردن. Nach harten Verhandlungen hat sich die Chemiebranche auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Fast 600.000 Beschäftigte bekommen bald 6,85% mehr Lohn. So ist es korrekt. اینجا هم باز یه گزارش جالب دیگه داریم که این یارو، این مردک، این شطور جنایتکار جانی، رئیس حزب CDU که همون حزب مرکل هستش، که خب مرکل که دیگه رفت، ولی این یارو الان رئیس حزبه، این برای اینکه بچه هزینه‌های جنگ و اینها رو تأمین کنه، میگه آقا ما به 300,000 تا متقاضی پناهندگی داریم تو آلمان، که خب اینا جواب رد بهشون داده شده. جواب رد زمانی داده میشه که آلمان در واقع اخطاریه برای متقاضی پناهندگی که برین یه کاری پیدا کنین. وقتی میخوان به متقاضی پناهنده ها اخطار بدن، جواب رد براشون میفرستن که برین کار پیدا کنین. میگه ما اینجا یه چیزی حدود 300,000 تا داریم،
و این 300,000 تا نباید خدمات پزشکی بهشون داده بشه. این خدمات پزشکی هزینه داره و این درست همون موقعی هم هست. این گزارش مال اون موقعی که من راجع به دندونم یه برنامه ساختم تو. خب این برنامه این در واقع این اقدام این یارو و صحبتی که علیه خارجی ها کرد که اینها نباید خدمات پزشکی دریافت کنن، درست بعد از این برنامه من بود که اینجا راجع به دندون و اینها این برنامه رو که من ساختم، بعد بلا فاصله این یارو یه دفعه ظاهر شد و اینکه ما اصلا به اینا نباید خدمات پزشکی بدیم چون اینا هزینه داره و یعنی هزینه جنگ. به خاطر اینکه وقتی ما بیان به اینا خدمات پزشکی بدیم، اگه خدمات پزشکی رو برای اینا متوقف کنیم میتونیم در زمینه جنگ، حالا اینجوری که نگفت ولی خب منظورش اینه، بعد هم میان و یک موج جدید، یک موج سنگین ضد خارجی ایجاد میکنن که همه مشکلات خارجی ها هست. یعنی ببینی خود فلان شده حالا من کلمات زشت به کار نمیبرم چون خارج از ادب برنامه هستش، ببینیم حالا این یه چیزی هست. ولی خب اینها با این کارهایی که میکنن خودشون میرن جنگ را میندازن، خودشون هزینه‌های جنگی ایجاد میکنن و خودشون دزدی میکنن از مردم و بعد میان و چیکار میکنن برای طبقات کودن جامعه میگن که آره این مقصر همین مشکلات خارجی ها هستن، خارجی ها اینها باید نمیدونم توجه ها رو به اون ور جلب میکنن، در حالی که خودشون هستن که مقصر همه و خودشون هستن که اصلا خارجی میارن چون اینها نیاز به نیروی کار دارن. خودشون خارجی ها رو میارن و بعد وقتی که توجه ها میاد به جلب میشه به اینکه این سیاستمدارا دارن جنایت و خیانت میکنن، میان به مردم کودن میگن نه این مقصر خارجی ها هستن، یه مش پناهنده بدبخت و بیچاره‌ای که همشون هم دنبال کارن. حالا جلوتر هم میرسیم که وضعیت چجوریه. ببینین Merz wirft der Bundesregierung vor, keine Lösung zu haben bei der Asylpolitik. Die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen, die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land. In der Bevölkerung kippt. Großbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Offenburg. 300 Menschen können sich aus den lichterloh brennenden Containern gerade noch retten. Brandstiftung schließt die Polizei derzeit aus. Anders in Dresden. Hier versuchen offenbar Rechtsextreme eine geplante Unterkunft in Brand zu setzen. Die Stimmung in der Migrationskrise verschärft sich weiter. Es gibt keine Wohnung mehr. Wir können nicht jedem Hartz IV geben. Das geht nicht. Das ist zu viel. Der Staat ist kurz vorm Kollabieren. Es darf nicht sein, dass sie mehr Rechte bekommen wie unsere Leute. خب از یه طرف میان و اونجوری ملت کودن و علیه خارجی ها میکنن، بعد از یه طرف دیگه میان چجوری سوء استفاده میکنن. یعنی میان اینجا مثلا یه مثال زده از تورینگن، از یه منطقه در تورینگنه که اینها اومدن چیکار کردن. این هم همون حزب CDU، یعنی همون رئیسشون که اون شطور جنایتکاره، این هم حزبی خود همونه که آقا این متقاضی های پناهندگی باید کار کنن، اونم کارهای شهرداری و نمیدونم این کارهایی که شهرداری باید بکنه اینا رو باید بکنن، اونم برای 80 سنت در ساعت. یعنی شما حساب کنید 1 یورو 100 سنت، اینا با 80 سنت، در حالی که در آلمان حداقل حقوق اگه اینا بخوان کارگر شهرداری استخدام بکنن حداقل باید یه چیزی حدود چی میدونم دیگه کمتر از 10 یورو تا، البته 10 یورو قبلا بود، الان فکر میکنم 15 یورو اینا ساعتی باشه. ولی حالا حسابشو بکنین، اینها اومدن کار اجباری برای متقاضیان پناهندگی که کارهای شهرداری، مثلا این یه نمونهشه که کارهای شهرداری و سخت و این چیزا رو میدن به این خارجی ها، اونم به خاطر 80 سنت در ساعت. و مثال جالبی که میزنه میگه یک زندانی، یک کسی که تو زندان به ازای کار که میکنه، اینا افرادی رو که میارن تو زندان، خب اینا
باید کارم بکنن و اینها برای اینکه تو محیط زندان دیوونه نشن ساعتی 2 یورو 30 سنت کار میکنن، در حالی که این خارجی ها و این متقاضیان پناهنده 80 سنت در ساعت. و گزارش رو با هم میبینیم. Im Saale-Orla-Kreis in Thüringen ticken die Uhren für Asylsuchende ab Freitag anders, denn der CDU-Landrat verpflichtet sie ab März zu gemeinnütziger Arbeit. Dafür bekommen die neuen Arbeitskräfte gerade mal 80 Cent pro Stunde. Weigern sie sich, drohen Sanktionen. Rechtlich möglich ist das schon länger durch das Asylbewerberleistungsgesetz. Einmal Integrationszwecke, aber natürlich auch ein wichtiges Signal an die Bevölkerung, dass diejenigen, die entsprechend als Asylbewerber und Flüchtlinge hier alimentiert werden vom deutschen Steuerzahler, der Gesellschaft etwas zurückgeben. Die Flüchtlinge sollen auch dafür was arbeiten, dass sie hier sind. Doch dafür gibt es gerade mal 80 Cent pro Stunde. Zum Vergleich, Gefängnisinsassen bekommen 2,30 €. Und wer sich weigert, muss mit Leistungskürzungen von bis zu 180 € rechnen. Rechtlich ist das erlaubt. خب میگه اگه کسی هم از این متقاضی پناهندگی اگر این کار اجباری رو بگه من نمی کنم، اصلا به طور کامل، حالا این میگه تا 180 یورو از حقوقشون کم میکنه، ولی در اصل حالا جلو دوربین اینو میگه، تو گزارش اینو میگن، ولی در اصل حتی در خیلی جاها هم اصلا به طور کامل حقوق طرف رو قطع میکنن، به طوری که در خیلی مواقع اتفاقای خیلی ناجوری میفته. مثل گزارش قبلی منو اگه برین نگاه بکنین. یه مورد خیلی جالب تو سیاست امپریالیسم، بیاین پایین، اینجا یارو میبینین که در حال دویدن این چیزه، این میبینین که در حال دویدن این هیتلر رو سالگرد حمله مال 3 سال پیش. خب این وقایعی که اتفاق میفته مال همینه دیگه، میان حقوق طرف رو به طور کامل قطع میکنن و این واقعا دزدیه. یعنی هزینه‌های جنگ چجوری تامین میشه؟ هزینه‌های جنگ همینجوری با محکوم کردن مردم. حالا من نمیدونم اینا چه کارایی خب یه سری ها هستن واقعا آدمای ناجوری هم، ولی خب یه سری ها هم هستن که حالا اینا رو که به چه دلایلی، مخصوصا خارجی ها رو که زندانی میکنن، الکی میارن به جرم های الکی میفرستن اینا رو زندان و بعد ازشون کار میکشن. و یا اینجا شما میبینین که این هزینه اینا اگه بخوان کارگر درست بگیرن خب هزینهش خیلی بالا میشه، ولی اینجا بیان از این پناهنده ها متقاضی پناهندگی برای این کارها استفاده کنن، میتونن دنیای پول برای جنگ صرفه جویی کنن و یا دزدی‌ها و کثافتکاری هایی که خودشون رو میکنن، مثل اون 60 میلیارد و اینهایی رو که دزدیدن، اینها رو میتونن با این صرفه جویی ها اون پول ها رو جبران کنن. این هم یه فاجعه دیگه و یک دزدی دیگه، و اینکه اینها اومدن دیگه حقوق، یعنی حالا من که اصلا ارتباطی با این پناهنده اصلا ندارم ببینم وضعیتشون چجوریه و چیکار میکنن اینا، ولی طبق این گزارش، حالا من نمیدونم تو همه ایالت ها یا فقط، البته من شنیدم مثل که تو این ایالتی که من هستم هنوز این قانونه نیامده، ولی مثل که تو بقیه همه ایالت های دیگه به این شکل که اصلا دیگه به متقاضی های پناهندگی پول نمیدن و بهشون این کارت هایی رو میدن که روی این کارت ها یه مقدار پوله و اینا با این کارت ها میرن خرید. و این هم واقعا یک صرفه جویی خیلی بزرگیه. یعنی شما حساب بکنید اصلا معلوم نیست روی این کارت ها، چیزی نگفته که چقدر پول تو این کارت ها. البته حالا جلوتر میرسیم، گزارش های بهتری وجود داره و بهانه‌اش هم گذاشتی که آره برای اینکه اینها نتونن به پول بفرستن کشورهاشون، یا مثلا نمیدونم به قاچاقچی ها پول ندن و چرت و پرت و اینا، در حالی که اگه کسی کارو بکنه، شما که همه چی رو زیر ذره‌بین دارین، اگه کسی بخواد پول بفرسته و اینا، نمیشه به خاطر یه نفر که مثلا پول میفرسته شما بیان همه رو مثلا محکوم بکنین. آدم همیشه اون رو که مرتکب جرم شده رو باید باش برخورد کن. حالا اگه مثلا کسی کارو میکنه شما مخالفین، شما تمام سیستم‌های مالی دستتونه،
و اینا که نمیتونن با جادو جنبل این پولا رو بفرستن کشورهاشون. به هر حال شما متوجه میشین و اون افرادی رو که این کارو میکنن میتونین بهشون از این کارتا بدین، ولی نه اینکه به خاطر اینکه یه نفر دو نفر یه سری کارا رو میکنن شما بیا همه رو محکوم بکنین. این واقعا دزدی، این بهانه است و این در واقع این متقاضیای پناهندگی دیگه همشون کارتی شدن، یعنی دیگه پول هم بهشون نمیدن و همونجور که گفتم معلوم نیست تو این کارتا چقدر پوله، چون گفت از استان تا استان فرق میکنه. حالا نه فقط حالا این میگه از استان تا استان، ولی از نفر به نفر هم فرق میکنه. وقتی ببینن یا حالا این بدبخت و بیچاره است پولی کمتری میذارن رو کارتش، وقتی ببینن یکی خطرناکه پول بیشتری. به هر حال خیلی موارد وجود داره. خب اون گزارش راجع به آلمان بود، این گزارش راجع به اتریش و این خبرنگار اتریش خیلی بهتر این مسئله رو توضیح داده، چون این مسئله نه فقط در آلمان هست که در اتریش، حالا در کشورهای دیگه هم بدون شک هست، من خبر ندارم، ولی در اتریش این خیلی بهتر توضیح داده. گفته ببین این روزانه 6 یورو، خوب توجه کنید، روزانه 6 یورو میاد رو کارت این افراد و اینها میتونن با این کارت ها روزانه 6 یورو خرید کنن، نه بیشتر. حالا 6 تا 18 تا، یعنی در ماه فقط 180 یورو در اتریش به متقاضیای پناهندگی داده میشه. شما حساب بکنید، بقیهش هزینه جنگ میشه، بقیه رو بر میدارن برای هزینه های جنگی و فلان و اینها و این واقعا به نفعشونه. و حالا اینجا اتفاقی که تو اتریش افتاده که این خیلی بهتر مسئله رو توضیح داده. Sachleistungen statt Bargeld. Die Bezahlkarte für Asyl. البته یه خورده صدا خیلی پایینه، من با این صدا رو ببرم بالا. Sachleistungen statt Bargeld. Die Bezahlkarte für Asylwerber wird nun in Österreich Realität. Auftakt für die Bezahlkarte in Niederösterreich. Seit dem Wochenende können Asylwerber damit etwa Lebensmittel oder Hygieneartikel kaufen. Dazu werden ihnen täglich 6 Euro auf ihre Karte geladen. Tabak- und Alkoholeinkäufe sind künftig tabu. Auch Überweisungen und Barbehebungen sind nicht mehr möglich. خب که میگه با این کارت اصلا نمیشه، پول هم دیگه نمیشه با این کارت ها اوبابادن که یعنی از حسابی به حساب دیگه و اینها، و فقط میتونن برن سوپرمارکت خرید کنن. و اینجا هم باز یک گزارش عالی داریم از اتریش که میگه از متقاضیای پناهندگی برای کارهای شهرداری استفاده میشه، ساخت و ساز و همینطور هم تو این جایی که مراکز نگهداری سالمندا هستش و همه با همون 180 یورو. شما حساب بکنید تمام با همون 180 یورو و اگر هم احتمالا حالا شاید یه خورده بیشتر هم بهشون پول بدن، ولی دیگه بیشتر 80 سنتی که تو آلمان ساعتی داده میشه نیست. و اگر هم کسی، البته راجع به این مسئله هیچ نگو، احتمالا همون 180 که میدن چیزه همون باقی میمونه، یعنی تازه به ازای اون پول که بهشون کامل بدن باید اینا کار کنن. و اگر هم کسی کار نکنه پولش کم میشه. حالا اینجا میگه ما از اون 180 40 یورو هم مثلا پول تو جیبی بهشون میدیم که حالا 20. البته این جلو دوربین فلان اینا بیچاره میکنن، اینایی که نمیرن سر کار و کل حقوقشون پولشون رو میگیرن و این واقعا یه دزدی عالیه برای دولت، برای رژیم های هیتلری که اینها از متقاضیای پناهندگی کار میکشن، چون اگه بخوان این کارها رو افراد نرمال رو بیارن خب با حقوق بیشتری بدن، ولی وقتی اینها رو میارن با حداقل حقوق میتونن از اینا اون کاری رو که میخوان چیز کنن و این یعنی دزدی میکنن تا بتونن هزینه های جنگ و از اینجور کثافتکاری هاشون رو اینجوری جبران کنن. و
مورد بعدی دزدی اینه که خب خارجی ها همه دزدن، همه جنایتکارن، همه مافیوزی هن. اینجا میاد تبلیغ سنگین علیه خارجی ها میکنه. ما باید ماشین هاشون رو ازشون بگیریم، ساعت های رولکسشون رو ازشون بگیریم و من بهتون تو برنامه خودم هم گفتم ما اینجا در خونه که حالا مثلا من حالا تو ویسمارم، اگه به یک شهر دیگه برم به محض اینکه پلیس منو ببینه سریع دوچرخه داشته باشم دوچرخه‌مو میگیرن، نمیدونم هر چی گوشی داشته باشم گوشیمو میگیرن، که اینا همه هر چی تو داری دزدیه. و این هم یه نمونه دیگه از حالا نمیخوام کلمه زشتی رو بگم، از این ملت دزد جنایتکار که چجوری میان و جامعه رو همه علیه خارجی ها میان، اینا همه دزدن، تمام وسایلشون دزدیه و میبینیم که Die Menschen in Deutschland fühlen sich nicht mehr sicher wegen der kriminellen Machenschaften von Clans, heißt es heute aus der SPD. Bundesjustizminister Buschmann will härter durchgreifen und Statussymbole wie Luxusautos, teuren Schmuck und Uhren einkassieren. So soll der Rechtsstaat Zähne zeigen. Daniel Pfänder und Thorsten Niesler. Eine Massenschlägerei zwischen Großfamilien in Gelsenkirchen. Die Stadt im Ruhrgebiet gilt als Hotspot der Clankriminalität mit Delikten wie Drogenhandel, Geldwäsche und Körperverletzungen. Wir sprechen am Nachmittag mit Anwohnern. Aus Gelsenkirchen kommt auch Bundesjustizminister Marco Buschmann. Probleme mit Clans kennt er auch deshalb. Jetzt soll es Tätern an die Statussymbole gehen. Protze-Autos oder Luxusuhren im Zusammenhang mit Kriminalität oder durch kriminelle Handlungen erworben worden sind, dann können sie eingezogen werden und das sollten wir auch tun. In Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Berlin sind Clans laut Bundeskriminalamt besonders aktiv. Manche ihrer Taten erscheinen als regelrechte Demütigungen des Staates. Die Clanchefs müssten stärker ins Visier genommen werden, so der Bund Deutscher Kriminalbeamte heute. Das ist strafrechtlich relevant, was die Oberhäupter da machen und da sie abgeschottet zu stellen. Mit einer Taktik der vielen Nadelstiche geht Nordrhein-Westfalen inzwischen gegen Clans vor. Bei den Razzien haben Ermittler bislang Bargeld, Immobilien und auch Luxuswagen im Wert von mehreren Millionen Euro sichergestellt. خب با این دزدی که کرده میگه میلیون ها یورو ما تونستیم، حکومت تونسته، رژیم تونسته میلیون ها به جیب بزنه. یعنی از اموال دزدی، از اموالی که از این ملت خارجی دزدیدیم تونستیم میلیون ها در بیاریم. خب اینا همه هزینه های جنگشون اینجوری تامین میشه دیگه، هزینه های دزدی هایی که بالا میشه همینجوری تامین میشه، جبران خسارت ها اینجوری اتفاق میفته. و در مورد مسجد هامبورگ هم به همین شکل دیگه. حالا البته این در موردش باز یه چیز دیگه هست که من تو برنامه خودش میگم، ولی خب اینجا هم به بهانه‌ای که اینها همه چیشون دزدیه و اینا اومدن هر چی دار و ندارشون بوده رو غارت کردن. ببینین مسجد هامبورگ که مال ایران هستش و اینها به اونجا حمله کردن و دار و ندارشون رو غارت کردن. Mit Kettensägen und hydraulischen Türöffnern rückte die Polizei am Morgen an der Blauen Moschee an, dem wohl prägendsten Symbol des islamischen Zentrums Hamburg. Zeitgleich gab es ähnliche Polizeiaktionen in 50 Objekten bundesweit. Wie hier in Berlin und in München durchsuchten Beamte Vereine, die zum Hamburger Zentrum gehören oder ihm nahestehen. Mit dem Vereinsverbot ist auch die Beschlagnahmung der Vermögenswerte verbunden. Geld, Gebäude, Fahrzeuge gehen jetzt erstmal in Bundesbesitz über. خب این من فقط هامبورگ گفتم، ولی این مال تمام این سازمان های وابسته به این هامبورگ، یعنی چه تو برلین چه تو مونیخ و اینها اموالشون هم غارت کردن، یعنی ماشین و پول و همه چیشون رو غارت کردن. خب همینجوریه که پولدار میشن، یعنی تمام هزینه ها اینجوری تامین میشه، هزینه های جنگ و دزدی ها اینجوری تامین میشه از طریق دزدی از ملت و فقرا و خارجی ها و اینا.
اینجا هم یک گزارش بسیار بسیار جالبی رو داریم و اونم این که این جنایتکارا اینجا اومدن. اینم یکی از همون حزب CDU، یک جنایتکاره که اومدن میگن که ما باید اصلا پول این فقیر فقرا و ایثارگرا و جانبازا و اینها حقوق اینا رو قطع کنیم. بعد این مردک با کمال پررویی میگه اگه ما سختگیر نباشیم رفاه به دست نمیاد. یعنی چی؟ یعنی رفاه ما طبقات جنایتکار میلیونر میلیاردر که اون بالا نشستیم در شرایطی به دست میاد که ما سختگیر باشیم و به طبقات پایین ظلم کنیم. علنا داره میگه دیگه با آدم خر باشه که حرف اینو نفهمه. و بعد این زنیکه فلان فلان شده، زنیکه خنگ، میگه که ما نباید شرایطی به وجود بیاریم که اونهایی که میرن کار بکنن فکر کنن که خنگن، چون فقیر فقرا و ایثارگرا و جانبازا و معلولا یه حداقل استخونی جلوشون پرتاب میشه. یعنی همین حقوقی که من میگیرم واقعا یه استخونیه که به جلو ما میندازن. ما نباید یه کاری کنیم که اونی که میره کار کنه فکر کنه اونی که مثلا معلول و جانباز و ایناست در مقایسه با اون خودشو خنگ فرض کن، در حالی که اینایی که میرن کار میکنن واقعا خنگن. چون به جایی که بیان خودشون با جانباز و معلول و ایثارگر مقایسه کنن، اگه خنگ نبودن خودشون با شما خوکهای جنایتکار ضد بشر مقایسه میکردن، با اون حقوقای نجومیتون و اون قصرهایی که میشینین. یک کارگر میره صبح تا شب کار میکنه، این خر کارفرما و امثال تو حقوقاشون رو میدزدن میخورن مثل خوک. به این مردک چجور مثل نیلپفه، مثل اسب آبی چجور مثل پف کرده. اینا همش مال پول حرومه. تمام زنی که تمام صورتش پر میکاپ و کثافت 100 من میزنه با خودش میاد بیرون. بعد اگه اونا خنگ نبودن چیزا رو میدیدن، این ثروت های شما رو میدیدن که منی که کارگرم میرم صبح تا شب مثل الاغ کار میکنم باید توی ساختمون آپارتمانی زندگی کنم. یعنی کل مرغی یعنی آپارتمان ها، در حالی که توی خوک میری تو ویلا زندگی میکنی. پولش از کجا اومده؟ از دست حاصل دستمال اینجا منه دیگه. اگه خنگ نبودن خودشون با شما مقایسه میگفتن در یه مملکت همه باید سفره ها یکی باشه. وقتی که سفره ها جدا شد یعنی دشمنی. اگر یه اقلیت اکثریت مردم سوء استفاده که از سفره‌شو از دیگران جدا کرد، گفت ما باید دستمزد شما رو بدزدیم و زندگی اشرافی داشته باشیم، این دیگه معنی همه چی از بین میره. بله منتها اینا هم دوباره همین مردک رئیس حزب CDU، همینی که همکارش میگفت که ما اگه سختگیر نباشیم و تو سر بدبختا و فقیر فقرا نزنیم رفاهمون به دست نمیاد. میگه که ما اصلا باید این پول فقیر فقرا رو قطع کنیم، چون این پول آدمو تنبل میکنه، در حالی که مشکل اصلی حقوق کمه. شما اگه مثلا همون حقوقی که برای خودتون مفخورتون قائل بودین برای اکثریت هم قائل میشدین یا سفره ها رو همه یکی میکردین، اون موقع این همه مشکل تو جامعه به وجود نمی اومد. ببینین CDU-Chef Merz fordert bereits die Abschaffung des Bürgergeldes. Bürgergeld mache faul, Sozialverbände warnen. حالا این مردک که اینقدر علیه فقیر فقراست، شما برین تو اینترنت خودتون همین چیزی رو که اینجا نوشته ببینین که این مردک چقدر پول در میاره. نوشته که در سال 2018 که اون موقع 68 سالش بود 1 میلیون یورو بروت آینکومن مال 1 سالش زن یه لیشه درآمد سالانه این مردک 1 میلیون یوروه و بقیه‌اش هم میتونین خودتون ببینین. اینو میتونین برین خودتون هم تو اینترنت پیدا کنین و ببینین که برنامه به چه شکله. هواپیمای شخصی، اینو من همه تو اون برنامه‌ای که راجع به اینا ساختم و اینها
اینجا یه چیزی من فکرشو نمی کردم. میگه که در کنار این که خب تو حزب CDU هستش و اونجا پول در میاره، حالا ننوشته اینجا، به عنوان این اون در واقع 1 میلیون رو بتونن تعداد abgeordnete mindestens 1 میلیون یورو در سال. ببینین این 250,000 یورو به عنوان وکیل، این وکیل هم هستش، یعنی به غیر از این که به عنوان نماینده، این مال سال 2016 و اینا هستش فکر میکنم گزارش اون موقع، یا الان که رئیس حزب شده و اینها، اون موقع 1 میلیون یورو در کنار شغل نمایندگیش تو همین حزب به عنوان نماینده و عضو حزب CDU آلمان کار میکرد. اون که حقوق نمایندگی و اینا که یه چیزه، حقوق در نوشته منیجر یعنی مدیر مجله هم هستش، 1 میلیون یورو هم اونجوری. حالا فقط مال همون مسئله در سال هستش که اینقدر حقوق داره یا چیزای دیگه هم هستش. 250,000 یورو هم به عنوان وکیل، و این واقعا وحشتناکه. یعنی اونقدر این مردک ثروت داره که یه چیز دیگه هم هست، مردک به عنوان بلک روک کار میکنه، اونجا هم 125,000 یورو در سال درآمد داره. GmbH فلوکهافن زول استفاده پرویا واقعا وحشتناکه. 14,000 یورو هم نمیارم اونجا تو فرودگاه. وای اصلا شما اصلا اینو بخوید من الان مغزم داره سوت میکشه، چون حجم برنامه هم خیلی زیاده. این مردک اصلا من نمیدونم با این همه پول این چیکار واقعا میکنه. اصلا یکی مثل من تصورش هم نمیکنه این همه پول. آخه مردی که اولاغ به خاطر همین انسانیت، وقتی که یه چیزی هم که من راجبش پیدا کردم اینه که اصلا کارخونه تولید روان نویس هم داره. یعنی به عنوان یک رئیس حزب و جزء این حزب CDU تا تونسته برای خودش شغل درست کرده. و خب یه همچین موجود پست و پلیدی که در قالب حزب، چون وقتی شما در قالب حزب باشی تمام موقعیت‌های ممکن رو میتونی استفاده کنی بدون اینکه اصلا ترسی داشته باشی از اینکه نکنه، چون بهترین مشاورها بهترین موقعیت‌ها رو در اختیارت قرار میدن. یعنی هر جا بخوای بری راحت میری پیش مشاور، دنیای پول داری، بهت قشنگ هم میگن کجا برو چیکار بکن، پولاتو کجا ببر، و همینجور افزایش درآمد رو درآمد. و بعد یک همچین ضد بشری خب میاد از یه طرف دیگه، به جای اینکه از این ثروت‌های بی حد و اندازش بیاد در اون جاهایی که کثافت کاری شده و هزینه جنگه، بیا از حقوق خودش حداقل تا حدود تا اونجا که ممکنه کم بکنه که بتونن کثافت کاریاشون رو جبران کنن. این کار که نمی کنن، میان سراغ افرادی مثل من و اینها نشون میده که اینها اصلا انسان نیستن. خب دزدی، میلیون دزدی، درآمدهای اینجور آدم رو مست و دیوانه و رقاصه میکنه. این مردک دزد با زنش در حال رقاصی و کیف و شنگول بازی. و این هم یه دزد دیگه، این یارو البته سیاهه نه، این یارو مردک که پیرن سفید پوشیده، اون هم نخست وزیر ایالت شلزویگ هولشتاینه.
ایالت هشلسویش هولشتاین در شمال آلمان، اینا پول زیاد، درآمدهای میلیونی، آدم ها اینجوری مست و خرکیف و سرمست میکنه. ببینین Partystimmung bei der CDU. So haben wir die Unionspolitiker wohl noch nie tanzen gesehen. Auf der Parteitagsparty gibt CDU-Vorsitzender Friedrich Merz zusammen mit seiner Frau Charlotte den Vortänzer zu Frank Sinatras New York, New York. Dann macht er die Bühne frei für Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Der als Feierbiest bekannte Politiker schnappt sich schließlich CDU-Schatzmeisterin Julia Klöckner für einen Disco-Fox, bevor die wilde Partynacht weitergeht. دوباره رسیدیم به این مردک، رئیس در واقع حزب FDP، نمیدونم رئیس یا به هر حال هرچی که از این وزیر اقتصاد هستش. وزیر چیز اقتصاد نه، وزیر الان گفته بودم چی هستش ولی الان یادم رفت دوباره. وزیر امور مالی و از این جور چیزا، اینا یه وزیر اقتصاد دارن یه مالی دارن، به هر حال نمیدونم چیزا. به هر حال وزیر دارای پیشنهاد برزیل برای مالیات بر ثروتمندان را رد کرد. این همون جنایتکاریه که میاد میگه که فقرا رو باید نابود کرد، حقوقشون رو باید ازشون گرفت، حقوقشون رو باید کم کرد. میاد تو مخالف برزیل. اینجا هم یه گزارش داریم که باز Milliardäre sollen mehr abgeben. Die Finanzminister der G20-Staaten wollen bei einer faireren Besteuerung von Superreichen zusammenarbeiten. Darauf haben sich die 20 wichtigsten Volkswirtschaften bei einem Treffen in Rio de Janeiro geeinigt. Unklar ist allerdings, wie das Vorgehen aussehen soll. Und begeistert sind auch nicht alle von den Plänen. Die USA und auch Bundesfinanzminister Lindner haben sich gegen die Reichensteuer ausgesprochen. خب در کنفرانس G20 همه مخصوصا برزیل میخواستن که مالیات ثروتمندها بالا بره. کیا مخالفت کردن؟ یکی همین مردک و دیگری آمریکا. اینا مخالفت کردن که مالیات ثروتمندها نباید بالا بره. حالا این مردک در کنار اینکه به عنوان وزیر 25,000 یورو در ماه درآمدشه، سال 2020 به عنوان نبن تتیشکاد، یعنی در کنار همین شغل حزبی و داخل حزب و نماینده ها، در کنار اون که کنار، سال 2020 فقط درآمد جانبیش 424,000 یورو بود. حالا ننوشته ماهیانه یا سالیانه، به احتمالا شاید سالیانه الان، ولی بدون شک که وزیر شده از وقتی که اینها رو کار اومدن، بدون شک بسیار بسیار بیشتر شده و انسانیت هم که خدا حافظی کرده با انسانیت و این چیزها. این گزارش هم همین حزب خودشه، مردک حزبش، یکی از میگه که آقا ما بیایم تازه 20 یورو از این فقرا، از این حقوقی که فقرا ماهیانه میگیرن، تازه 20 یوروش هم کم کنیم. Da sorgt die FDP für Wirbel in der Koalition. So wollen die Liberalen das Bürgergeld kürzen. Wie das immer noch klaffende Haushaltsloch zu stopfen sei, auch dafür hat die FDP neue Ideen. Sie will das Bürgergeld absenken lassen um bis zu 20 Euro. اینجا هم دوباره این مردکه ضد بشر رو داریم که میگه ما باید حقوق فقیر فقرا و معلولین و جانبازا و ایثارگرا رو قطع کنیم و مجبورشون کنیم برن کار بیگاری بکشن. یعنی بیگاری از فقیر فقرا به خاطر اینکه پول صرفه جویی بشه، کارهای شهرداری، کارهای سخت و پایین رو بدیم به اینها که هم ازشون کار بکشیم، هم نخواهیم پول یک کارگر کامل رو پرداخت کنیم به اینا. مثلا بیا میگیم شما چون بیکارین باید برید بیگاری کنین و عوضش پول کارگر، پول واقعی کارگر پرداخت نشه. و این واقعا جنایته. اگه بخواین درک کنین ها چه جنایت کارانی، حتی اون کار که نکرده و
ولی این جنایتکارا اگه ولشون کنی ذره رحم به طبقات پایین نمی کنن. Bundesfinanzminister Christian Lindner geht erneut auf Konfrontationskurs mit seinen Partnern in der Ampel. Gegenüber der Rheinischen Post fordert er ein Update beim Bürgergeld. Das enthalte aktuell zu wenig Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, sagt der FDP-Politiker. Bei Grünen und SPD sorgt das für Verwunderung. Schließlich wurden doch die Sanktionsmöglichkeiten gegen sogenannte Verweigerer gerade erst verschärft. Mit dem خلاصه این برنامه هم دیگه خیلی طولانی شد و صدای من هم دیگه گرفته و دیگه اینجا برنامه تموم میشه و خدا حافظ.